پارسال یه ویدیو با عنوان ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی در کانال آپلود کردیم و یه اپلیکیشن خیلی ساده ایجاد کردیم. اما چیزی که باعث شد دوباره بیام با همین عنوان ویدیو ضبط کنم این بود که در ویدیوی پارسال ما یه هاست رایگان معرفی کردیم که اپلیکیشن رو روی اون آپلود می‌کردیم. اما چند وقتیه که اون هاست دیگه خدمات رایگان به کاربران نمیده. پس امروز تو این ویدیو اول یه اپلیکیشن پیانوی ساده می‌سازیم و یه هاست رایگان هم بهتون معرفی می‌کنم تا اپلیکیشن یا وبسایت مورد نظر رو روش آپلود کنید. خب سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. بدون هیچ معطلی میریم سر اصل مطلب. دوستان، من تمام توضیحاتی که قراره برای ساخت پیانو به هوش مصنوعی بگم اینجا یادداشت کردم و به زبان انگلیسی این کار رو انجام دادم چون معمولاً عملکرد بهتری داره. من اینجا دستور مورد نظرم رو این شکلی گفتم که میخوام یه اپلیکیشن پیانو برای موبایل با استفاده از کدهای HTML، CSS و جاوا اسکریپت در وبسایت کدپن ایجاد کنم. بعدش گفتم که کد رو بر اساس مشخصات زیر بنویس. حالا مشخصاتش رو اینجور گفتم که پیانو باید دارای 2 تا اکتاو باشه. بعد گفتم که باید قابلیت درگ کردن، یعنی اینکه حرکت سریع بین کلیدها رو داشته باشه. و همینطور گفتم بعد از فشردن هر کلید یه افکت روش اعمال کنه که نشون بده ضربه روی کلید انجام شده. خلاصه گفتم که یه قابلیت فشردن همزمان کلیدها رو داشته باشه و هر چیزی که لازمه تا واقعی به نظر برسه انجام بده. نامگذاری نوت‌ها رو هم گفتم با حروف انگلیسی تعریف کنه، اگرچه همه این توضیحات برای هوش مصنوعی اصلا لازم نیست چون قطعاً میدونه که با چه نوتی باید شروع بشه. و در نهایت من لینک تمام نوت‌هایی که لازم داره رو به صورت MP3 اینجا آوردم. یعنی لازم نیست تو حافظه دستگاه نوت‌ها رو داشته باشیم. من این لینک ها رو از این سایت گرفتم. اولین لینک برای نوت C هست. البته در نامگذاری فارسی میشه نوت 2. ببینین الان اگه من اینو در مرورگر کپی کنم این پلی میشه. یا مثلا این نوت. حالا قراره هوش مصنوعی با در کنار هم قرار دادن این نوت ها پیانو رو ایجاد کنه. پس من کل این دستورات و توضیحات رو کپی میکنم و میرم به هوش مصنوعی میفرستم. چندین هوش مصنوعی برای این کار میتونیم استفاده کنیم. اولیش هوش مصنوعی کلاود. البته این شماره مجازی نیاز داره، ولی اگه ندارین هیچ اشکالی نداره. هوش مصنوعی بینگ هم برای این کار مناسبه. چت جی پی تی هم همینطور کارش عالیه و راحت‌تر از همه هوش مصنوعی کدی. این واقعا حرف نداره چون اطلاعات کلاود رو در اختیار داره و خوراک کدنویسی است. بدون نیاز به VPN میتونین ازش استفاده کنین. کافیه همین قسمت کلیک کنین و با اکانت جیمیل وارد بشین. همین. وارد که شدین از بخش وب این گزینه رو بزنین. و حالا میتونین شروع به چت کنین. اما من چون از گذشته با شماره مجازی در کلاود ثبت نام کرده بودم، از همین کلاود استفاده میکنم. پس کل دستوری که اینجا داشتم رو کپی میکنم و میام برای کلاود ارسال میکنم. و ببینین شروع به کدنویسی میکنه. کدها را در 3 بخش جداگونه یعنی HTML، CSS و جاوا اسکریپت مینویسه. طریقه نوشتنش یه مقداری با چت جی پی تی فرق داره. خب وقتی همه کد رو نوشت میام و به ترتیب کدها رو کپی میکنم. اول بخش HTML. البته من وبسایت کدپن رو اینور باز کنم تا کدها رو اونجا قرار بدیم. دوستان، برای ورود به این وبسایت هم فقط یه جیمیل نیاز داریم. روی پن کلیک میکنیم و ببینید این وبسایت از 3 تا کد پشتیبانی میکنه: HTML، CSS و جاوا اسکریپت. حالا برمیگردم و کدها رو به ترتیب کپی میکنم. اول بخش HTML رو انتخاب و از این پایین روی علامت کپی میزنم. حالا میام کدی که کپی کردم رو در بخش HTML قرار میدم.
برمیگردم این بار کد CSS رو انتخاب میکنم، کپی و میام در بخش CSS قرار میدم. کد جاوا اسکریپت هم به همین صورت. کپی میکنم و میام در بخش جاوا اسکریپت قرار میدم. در پایین صفحه میتونیم پیشنمایش پیانو رو ببینیم و تست کنیم. خب دوستان، من میخوام یه چیزایی به پیانو اضافه کنم، ولی چون در هوش مصنوعی کلود به محدودیت روزانه رسیدم، ادامه کار رو توسط هوش مصنوعی چت جی پی تی انجام میدم. الان من برای چت جی پی تی نوشتم که 3 تا کد رو میخوام برات ارسال کنم و گفتم فعلا کاری نکنه تا وقتی که 3 تا کد رو براش ارسال میکنم. حالا کدهایی که دارم به ترتیب برای چت جی پی تی ارسال میکنم. برای اینکه اول بدون داستان از چه قراره. اول کد بخش HTML رو کپی میکنم و براش ارسال میکنم. کدهای بخش CSS و جاوا اسکریپت هم به همین صورت. خب حالا پرسیده که میخوای چه تغییراتی در کد ایجاد کنی. من بهش میگم که نوت‌های دو، ره، می، فا، صل، لا، سی اینا رو به صورت برچسب روی کلاویه ها ایجاد کنه و میبینین که شروع به نوشتن کدهای جدید میکنه. گفته که فقط بخش‌های CSS و HTML نیاز به تغییر دارن. پس اول کد HTML که برام نوشته رو کپی میکنم و میرم در بخش HTML جایگزین کد قبلی قرارش میدم. کد CSS رو هم همینطور در بخش CSS جایگزین میکنه. و حالا برچسب نوت ها روی کلاویه ها قرار گرفت. پس بریم که اینو به اپلیکیشن تبدیل کنیم. من یه فایل تکست ایجاد میکنم و کد بخش HTML رو کپی میکنم. در فایل تکست قرارش میدم. حالا از بخش فایل سیو از رو میزنیم و با اسم index.html باید ذخیره کنیم. ذخیرش کردم. حالا پاک میکنم اینو. کد CSS رو هم میام کپی میکنم. بازم در فایل تکست قرارش میدیم و با اسم styles.css سیو میکنیم. کد جاوا اسکریپت رو به همین صورت کپی میکنیم. در فایل تکست قرارش میدیم و با اسم script.js ذخیره میکنیم. خب این 3 تا فایلی هستن که ما ذخیره کردیم. حالا باید هر 3 تا فایل رو در یه فایل زیپ قرار بدیم. اسم فایل زیپ رو هم مثلا میذاریم پیانو. بسیار خوب. حالا باید فایل زیپ رو در یک هاست آپلود کنیم. خب ما از هاست رایگان وبسایت تاینی هاست استفاده میکنیم. البته دوستان همه اپلیکیشن ها نیازی به هاست ندارن. ولی من این هاست رو معرفی میکنم، شاید یه روزی برای وبسایت هم نیازتون بشه. خیلی رابط کاربری ساده ای داره. فقط کافیه روی دکمه آپلود بزنیم و از بخش آپلود فایل اون فایل زیپی که ایجاد کردیم آپلود کنیم. در کادر بالایی اسم دلخواه وارد میکنیم. یه اسم که قبلا انتخاب نشده باشه و پابلیش رو میزنیم. خب یه دامنه برای ما ایجاد کرد که اگه بازش کنیم پروژه ما به صورت وبسایت در مرورگر اجرا میشه. حالا وارد وبسایت وبین تو اپ میشیم
تا این رو تبدیل به اپلیکیشن کنید. اینجا کافیه آدرس دامنه رو وارد کنیم، پس به هاستمون برمیگردیم و آدرس دامنه رو کپی میکنیم. میایم اینجا قرارش میدیم. یه اسم دلخواه برای اپلیکیشن انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. از بخش ست آیکون میتونیم آیکون مورد نظر برای اپلیکیشن رو انتخاب کنیم. من از قبل یه تصویر براش آماده کردم، پس آپلود میکنم. حالا کافیه بر روی میک اپ کلیک کنیم. اگه ثبت نام نکرده باشین اینجا یه اسم، ایمیل و رمز دلخواه ازتون میخواد. ولی من چون از قبل ثبت نام کردم لاگین رو میزنم. الان در حال ساخت اپلیکیشن است. خب این لینکی که بهمون داده رو باز میکنیم و اپلیکیشن رو از این قسمت دانلود میکنیم. خب من اپلیکیشن رو میندازم تو گوشیم و حالا بریم تو گوشی تست کنیم. خب این فایل اپلیکیشن ماست، میخوام نصبش کنم. بسیار خوب، نصب کردم. حالا بریم تست کنیم. بله، بدون مشکل در گوشی کار میکنه. دوستان اگه هر جایی از ویدیو رو متوجه نشدین در کامنت ها حتما سوالاتتون رو بپرسیم. همینجا ویدیو رو تموم میکنیم و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.